سلام دوستان، امروز اومدم با آموزش گلدوزی یه برگ بسیار زیبا. فصل پاییزه، گفتم برگ پاییزی بهتون یاد بدم. برای دوخت این برگ به وسایل خیلی ساده احتیاج داریم. پارچه‌ای که دوست دارین روش گلدوزی بکنین، یه سوزن و نخهای دمسه. اگه نخ دمسه در دسترستون نیست، میتونید از نخهای کاموا هم استفاده بکنید. من رنگ‌های پاییزی رو انتخاب کردم که در این پاییز زیبا به خونتون گرمی بده. و الگوی برگ پاییزی رو داریم. اگر دوست داشتین که الگوش رو داشته باشین، برای من کامنت بذارین که الگو رو براتون بفرستم. برای انتقال طرح روی پارچه، الگو رو به این شکل من دورش رو بریدم، روی کار گذاشتم و دورش رو با خودکار حرارتی کشیدم که بعد از اینکه کار تموم میشه با گرفتن سشوار یا اتو میتونیم اون رو محو بکنیم. میریم که کار رو شروع بکنیم. رنگامیزی این برگ دست خودتونه. معمولا برگ‌های پاییزی از مرکز سبز هستن، به طرف بیرون شروع میکنن به زرد شدن و قرمز شدن. رگبرگ‌ها رو با رنگ سبز میزنم. شما دلخواه میتونید با هر رنگی دوست دارید بزنید. برای که پشت کار تمیز بشه ما سعی میکنیم گره نداشته باشیم. واسه همین وقتی که شروع میکنیم به کار، سوزن رو داخل پارچه میکنم، یه تاره کوچیک از پارچه میگیرم و در این قسمت سوزن رو از دولای نخ عبور میدم. به این شکل ما دیگه گره پشت کارمون نداریم و پشت کار تمیز میمونه. حالا با دوخت زنجیره رگبرگ رو میدوزیم. زنجیره به این شکله که به اندازه 2-3 میلیمتر میریم جلو و از داخل نخ عبور میدیم. دوباره از محلی که سوزن رو خارج کرده بودیم 2-3 میلیمتر میریم جلوتر و از داخل این حلقه سوزن رو خارج میکنیم. و به آرومی کار رو میکشیم. دوباره میگم از داخل حلقه همون جایی که سوزن خارج شده بود وارد میکنیم، نیم سانت جلوتر روی خط خارج میکنیم. سوزن رو از داخل حلقه میکشیم بیرون. نخ رو حلقه میکنیم. سوزن رو از داخل حلقه وارد میکنیم، نیم سانت جلوتر خارج میکنیم. برای انتهای کار خارج از حلقه سوزن رو داخل پارچه میبرم پشت کار. برای اینکه پشت کار تمیز باشه از داخل کوک هایی که در قسمت پشت هست نخ رو عبور میدم. به این ترتیب پشت کار شما گره نداره. تمام رگبرگ ها رو با همین روش میدوزیم. دور گلبرگ ها رو هم همه رو زنجیره میزنیم. سر زاویه که رسیدیم سوزنمون رو به پشت پارچه میبریم و دوباره از داخل حلقه زنجیره در میاریم و کار رو روی خط ادامه میدیم. این باعث میشه که زاویه های بهتری داشته باشید. سر زاویه بعدی من دوباره تکرار میکنم شما ببینید.
الان من زنجیره آخر رو میزنم. روی زاویه رسیدم. اینجا خارج زنجیره سوزنم رو میبرم داخل پارچه. از داخل زنجیره خارج میکنم. کار رو ادامه میدم. اینجا بازم سر زاویه رسیدیم. باز همون حرکت رو تکرار میکنم. میرم بیرون حلقه، سوزن رو میبرم پشت پارچه و به این شکل دوباره از داخل حلقه در میارم و زنجیره ها رو ادامه میدیم تا برگمون تموم بشه. خوشحال میشم اگر ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و برای دوستانتون بفرستید تا ویدیوهای من بیشتر دیده بشه و از کانالم حمایت بکنید. خب میریم که سایه ها رو بزنیم. من از قهوه‌ای سبز و قهوه‌ای تیره استفاده میکنم. توی این قسمت شروع میکنیم به سایه زدن با پایه های بلند و کوتاه. این قسمت رو پر میکنیم به صورت ساقه دوزی. کنار رگبرگ این کار رو ادامه میدم. این بار ساقه دوزیم رو میارم تقریبا هم سطح یا بلندتر میزنم. این کار باعث میشه که سایه های شما به صورت طبیعی داخل همدیگه بره. دوباره برمیگردم سر جای قبلی. این دفعه کوتاه میزنم. سطح پارچه رو به همین شکل پر میکنید. این برگ پاییزیه. رنگایی که انتخاب کردم تو زمینه‌های رنگای پاییز هست. حالا همین سایه ها رو شما برای گلها و برگ‌های دیگه و با رنگ‌های دیگه میتونید استفاده بکنید. خب اینجا من این رنگ رو تموم میکنم. میرم سراغ رنگ بعدی. میخوام از رنگ قرمز و زرد استفاده بکنم. نخ رو عوض میکنم و رنگ قرمز رو استفاده میکنم. برای رنگ قرمز از جایی که پارچه رو میبینم و خالی هست سوزن رو خارج میکنم. رنگ قرمز رو از جایی که سفیدی پارچه مشخص هست خارج کردم و حالا جاهای سفید رو باید با رنگ قرمز پر بکنم و همون حالت سایه روشن رو که به صورت کوتاه و بلند زده بودم حفظ میکنم. کوکای اول رو به صورت ساقه دوزی بلند رفتم. سوزن رو داخل پارچه میکنم. شیار بعدی که خالی هست خارج میکنم و اینجا کوتاه میزنم. منظورم از کوتاه اینه که قدش از این باید کوتاه تر باشه و به قد این نرسه. دوباره برمیگردم. اینجا پارچه خالیه، باید پر بشه. سوزن رو از جایی که خالی هست خارج میکنم. به این شکل جاهای خالی رو با کوک پر میکنم.
سوزن رو میبرم پشت پارچه و اینجا رو قرمز میزنم. اینجا رو قرمز کمتری میزنم، کاملا سلیقه‌ایه و شما به مرور به دست میارین که چجوری کار بکنین و به سلیقه شماست که چه رنگایی رو دوست دارین توی گلدوزیتون غالب باشه. خب میرم که رنگ زرد رو کار بکنم. تمام قسمت‌های خالی که تا این رگ برگ هست رو من با زرد پر میکنم. خب من این قسمت ها رو دارم پر میکنم. سایه ها کوتاه و بلند باشه که بافت پارچه، بافت گلدوزیتون به هم نریزه. دیگه این قسمت های مقداری فضا بازتر شده، شما میتونید کوتاه و بلند بزنید و کار رو تموم بکنید. بقیه این قسمت ها مثل این ور که براتون تکمیل کردم تکمیل میشه و قسمت ساقه رو میریم انجام. برای ساقه از این کنج به صورت اوریب نخو خارج میکنید و شروع میکنید به دوخت اوریب. اینجا هم میتونید سایه روشن بزنید. من ترجیح میدم که ساتن دوزی کنم. رو ادامه میدین تا به انتهای برگ برسه. این کار رو میتونید روی لباس برای خودتون گلدوزی بکنید، میتونید به عنوان تابلو استفاده بکنید، میتونید روی کوسن هاتون برگ‌های یه ریز و درشت همین رو انجام بدین و برای دکور پاییزیتون تو منزل دکوراسیون کنید و همینطور روی دستمال سفره، رومیزی و وسایل آشپزخونه استفاده بکنید. خوشحال میشم اگر کانال من رو حمایت بکنین و این ویدیو رو اگر دوست داشتین لایک بکنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال من رو سابسکرایب بکنین و برای من بگین که از کدوم شهر و کدوم کشور ویدیوی من رو تماشا میکنین. اینم ساقه کارمون که ساتندوزی شد. کارمون تموم شد و این برگ رو گلدوزی کردیم. سایه هایی که توی این برگ زدم رو به دلخواه خودتون میتونید رنگاش رو تغییر بدید.